اینجا جا داره من واقعا قدردانی بکنم از اون کسانی که توی شرکت لگو مسئول حفظ امنیت داستان نینجاگو هستن. واقعا که روی بانک سپر رو سفید کردین. آقا زمانی که هنوز پارت 2 فصل 4 به طور رسمی منتشر نشده، یه سکانسی لو رفته از فصل 5 نینجاگو پیدایش اژدهایان که کلی از داستان رو لو میده. خب آقا یکم برو اونورتر ما بهتر ببینیم. این ویدیو حدوداً یه ماهی هست که بین فنهای نینجاگو دست به دست میشه و من خبر نداشتم. همونطوری که مشاهده میکنید یه نفر انگار گوشیشو در آورده و این صحنه رو یه جوری که این آقا نفهمه داره ضبط میکنه. این صفحه ردیت که میبینید متعلق به یه نفره که این ویدیو رو گذاشته. خودش هم تاکید کرده که این ویدیو مال اون نیست. حقیقتاً سخته که پیدا کنیم یه همچین چیزی از کدوم سوراخ نشر کرده. البته بعداً چند ثانیه‌اش به صورت با کیفیت منتشر شد. حالا محتوای این تیکه‌ای که پخش شده چیه؟ نینجاگو کلاً داره مثل همزن میلرزه، آشوب شده و یه دفعه ما اویل نینجاها رو ملاقات میکنیم. همین اسپویل کمی نیست. با همین چند ثانیه میشه داستان نصف فصل 5 رو پیش بینی کرد. الان ما میدونیم احتمالاً یکی دو پارت فصل موضوعش راجع به اویل نینجا هاست. استفاده کردن از کلون شخصیت ها یا نسخه شیطانی شخصیت ها یکی از آسون ترین راه ها برای ساخت ویلن محسوب میشه. واقعا باید خسته نباشید بگیم به نویسنده های نینجاگو که این ایده کلیشه‌ای رو توی یکی از مهمترین فصل‌های این مجموعه استفاده کردن. ولی خب بیایم بنده خداها رو قضاوت نکنیم. شاید واقعا داستان خوب در آورده باشن. لگو قبلا هم از ایده نینجاهای شرور استفاده کرده بود، ولی خب خیلی محدودتر، مثلا در حد یک قسمت. حالا ببینیم اویل نینجاها اصلا کیان. از تعداد اینا که می‌بینیم 5 نفرن میتونیم حدس بزنیم که اینها کلون نینجاهای کلاسیکن. ولی خب چون لوک فعلا بین نینجا حضور نداره نتونستن اونو کلون کنن. از اینا بگذریم فصل 5 قراره به داستان لوراس و استادش حسابی بپردازه و کلا پروندهشون رو ببنده، چون این آخرین فصل از سری پیدایش اژدهایان هست و چطوری قرار داستان لوراس رو کنار این اویل نینجاها بندازن که خوب در بیاد چیزی است که سازندگان نینجاگو باید بهمون نشون بدن. نظر شما چیه؟ حتما برام توی کامنت ها بنویسید چون همشون رو میخونم. اگر راجع به نینجاگو سوالی تو ذهنتون هست حتما بپرسید چون ممکنه یکی از ویدیوهای بعدی چنل باشه. اگر هم میخواید بدونید چطوری اوورلورد ممکنه توی فصل 5 برگرده حتما این ویدیو رو ببینید.